ماما قصه کنه. شما قصه کنید، ما چی قصه کنیم؟ شما چیز بپرسیم ما جواب شما. ما دیگه بچه خالی ما از امریکا آمده. خوب بله شما روشن. چشمام دوست روشن. میمون کردیم دیگه شب میمونی داره میشه به خیر خوشی. به خیر باش. یعنی رقم. خوب دیگه چیکار کنیم دیگه میمونه بعد از 15 سال بیامده. حق هم داره باید میمونه. حق داره بگردم ولی این میمونی دوره شده هر کس هم میتونه. بعد میمونه دوره. آن گیلا کم بیام. خیر باش. کجا بودی گیلا؟ کجا بودی؟ همونجی. خب چیکار میکردی؟ چیزا گلال سی میکردم. خب باغ بخشم تمیز شد خلاصه. اونا که ها اونا ما تمیز کردیم. دم نمازدگرا. ماما گیلا کرا میشناسین؟ نه. نمیشناسین؟ نه. ای بابا. گیلا آدم شوقیه خاله. خوب بیتر سلام تیره. یار تو کجا شدن؟ تجیر جان. برفتم همین زمینا شما چه کاری بدم؟ ما که زمین نداریم، هیچ زمین از اینایه. خب میگن سر زمین. ایت ما موبایل گیلا یک بیسی بری بدین خوب. تا به صبح با شما چهار بیته میخونه. یک لنگه. وام یک لنگه. میگم. یک چهار بیته که بخونم. دیگه. خوبه. صبر کن. ها. بیا. ایران به کسی خو. عمود چهار بیتی. چشم. پیرزال بخیر کنار بر بخونم اول. فقط چهار بیتی بخون. شده چند روز که رخشویی نکردی پیرزال بخیر کنار من. ای خلاص شد. مطلب منای بخونم. چرا این میخونی؟ چی بخونم؟ همون چهار بیتی ها که میخوندی. آی به قربان دم دروازم شام ها دلارم ای صدا تر میشنوم استادم شم ای جانم صدا تر میشنوم از دور و نزدیک مثال قمچه گل تازه میشم واکی شرشر میکنه میشاکی بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه بگذار بنالم سبزمه به ای کوچه نرو که خارو داره ببین مریم پیرن گل دارو داره به هر که میرسه دستو بگردن به ما که میرسه صد نازو داره سوریا بی وفا بگردم چشم مستت بگیرم میز دستت بگردم چشم مستت ما برون در سلام میشه دم باخشه کسی بیاید خوبه آفره نگم کجیر پیار تو کجا رفت برفتم سر زمینا شما خوب یار واسه چیز که نو کال آورده بیا بردی لولا پیاله چای دم کن خب غرض از مزاحمت کاکا جان دیگه هم والده مینا خوب بیام آدم همین جگه همی دختر خانم بدیدم انشالله اگر خدا بخواه اگر این وصلت سر گیره انشالله ای برار مربان پهلو خوب بگیریم به غلامی قبول کنیم همین گیلک جان ما خوبه شرط معتاد و دیگه نه هیچ عملی نداره همین تا بچه برای انشالله باشه زحمت بکشه خونه زندگی کار کنیم من ما چه میدیم شده نه هیچ عمل جان بر امی برای شما چی وظیفه داره ما برای ما دل جمع باشیم دادی شما گوشته نمیمونه من دو وظیفه دارم چی وظیفه داره بله من از این دم نمازدگر تا به ساعت 2 بجی شو قبر کنم خب بله انا به خدمت شما عرض کنم از صبح وقت تا به دم چیز انا
نه ایلا شفاخونه ما هر پنجه برار می از هر پنجه و 10 تا هنر میرزه ایت دلجام باشه 20 پنجه دیگه 20 پنجه ها بابا با آمرم بگی شاعر از 20 خوب پنجه شعرها هنر میگه میرزه. او ایت دلجام باشه بچه کیریه خب یک شعر بخون گیلک برای ناکت دلجام شم شعر مقبوله بخونه بزنم بخونم بخون تو را سگریت بلب بینم کفن بگردن کسی به کسی کاری نباشه چه خود بیا پونه بکن من آرار بکنیم شلی بکاریم میانی شلی ها میگون رجاله یک چور بیتی هم خلاص بخونه. یک چور بیتی هم بخونه همین شیرای خب همین خیر شیرا میخونه چی میگیم جواب مرگا بدیدم یک عروسی با شرنگه بدیدم یک عروسی با شرنگه به هر خانه صدای دنگ و پنگه میان مردم ها چی رسما شد میان مردم ها چی رسما شد پیزل بن پیر مردک بگفت جفنگه پیزل بن پیر مردک بگفت جفنگه بس خب اول جواب مرچی میدیم کاکا جان شما انشالله سه هم 5 لک پیشکش بده خونه خودم تیار کنه خلاص نه ما تیار میکنه شما تیار کنه خب جواب مرچی میگیم کاکا جان برو جان میگم لالا جان 5 لک روپیه از شما میستونه خب خونه شما رو هم تیار میکنه چی میگی گیلک جان کی؟ 5 لک پیشکش میدم چی میفهم؟ من پول دارم پیشکش یک چیز کم کنه نمیشه. گیلک برار ما بچه خود خونه شما به جمع مونه تا خونه هم بجام خونه شما دومادر ما تیار میکنه خونه من بله ها من دومت چه منو بله ها اگه باشه خدا بخیر. مبارک باشه حال قبول انشالله اگه باشه همون خب 5 لک قبوله بله ها خداوند نیکو مبارک کنه یک رقص هم گیلک بکو بخیر یک چک چک به افتخار گیلک ای جان گیلک جان برار ما انشالله دومات چه بخیر بس گیلک جان بس خب میگم بس گیلا ها؟ بس دیگه خوش کنم خوش کردم بس خود من ایرانی هم بلدم بخونم ماما یک ایرانی هم بخور اینجا میان سبزوها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا آی غیر تو کمرم فراونه میخوام کجا بریزم همینجا خلاص نشده خب بس. همینجا از فرفن نافیر و سرما اسفر بریم بریزم همینجا گیلا بس خب خداوند نیکو مبارک کنه انشالله دیگه باز دوباره مزاحم شما میشیم بخیر حاله ما به خدمت شما نه خدا گله انشالله بخیر باشید فعلا برای کار لالا. امرینیه برای ما بریم گیلک جان خدا حفظی کن یا خدا گیلا بله خدا حافظ فعلا شب جمع ما میایم بخیر خوشی بخیر خدا باشه حافظ کاکا جان. ولی هم میاره بخیر باشه بریم خدا حافظ چکاره؟ عبدالله بله چکاره؟ من زن دادم گله جو بله چرا میرقصی؟ من زن دادم خوشحالم من صبح چی خوردی؟ بله صبح پتیماش ها تو چرا میرقصی؟ خب من میگم که من نزباددار کردم به شوق و ذوق دارم گناه داره برقصم خب تو نمزددار کردن تو که علمه به دیوار بالاری نه گله جو برو صدا که خوب تو یک یاد ریاکت کنی نه ما خب تو نزباددار نکردن که بابا تو نیم تو نمزددار کردن تو چه کار میکنی سه بابا کتر کردم برم
هر چقدر ناز کنی غمزه کنی باز برو گیرش، برو. به پیار خوب و برار خوب بگو، با مادر خوب بگو، بگو من کته شدم نام خدا من نزباددار کنیم. انا گیلک شو گذاق در من نزباددار کردم. انا ما قرار که دیگه نه من تا خونه منم تیار میکنم. انا لوکه تیار میکنم. هم زنی من میدم هم تا خونه من میدم. خب الهی شد، الهی شد. تو مگر عمر خوره میته مثل مرغ بری بگردی. خب مثل تو بیا کاکا خود بگردم. تو بگو کاکا تو با کجایی؟ حال تو با کاکا ما هیچی به کاکا نه خاطر ما با کاکا تو بگم. کاکا کاکا کله سفید تو تو میگم. کاکا چی میشناسی؟ نه کاکا کله سفید تو که بابا آقا من کی تو غلام. تو عقل کمال نده. با خدا تو عقل آقا کمال تو عقل نداری. کمال. تو کم کاکا تو نه. اگه تو عقل کمال میشه تو نمزادا کن تو به دور بر خو میچرخی. میره. ساخته تا بگیره. امیت برو خوبه. خوبه. آفرین برو. بیشتر. برو با تو پولم بدم. حالا چه بله خیریته ها خیریته خیریته میشه که اول دولیار خودی پوشش میدی نه برای من خود نون خوردم آه. همین طور بگرفته بله یا طور نگرفته نه من خسور مگرفته همین که ببینم بی ساز و بی دولای میرخصی خاطر درسته من نقمه رم یاد دارم بگو لالا به نظرم تو شبزات اخت کم داری پاک بهوش خودی برو بکن که باید بیای تو چی کردی؟ برو بیعقلی نکنی تو دیونه یا دیونه تونه تو چی کردی که من برای خمه میرخصم نه دیونه نفته کنه بیری تونه تو می خودی من خود بگیری آنه بالا شو سکنه چه کاره ای بالا شو بگو بفرمایی تو چه میکنی یک رجبی مرد یک لعنت به خاکسه خدا تو سلت میکنه سلت میکنم ما بنختی پایی کمر ما بش مرد کمر ما بشکه چری موامر کش میکنی تو سه کوچیک زن موامر بکندی خاکی که کندی کمر ما بزدی بشکستی ما بنختی پایی عروسی من خنده سوری تیار کردی عروسی من کسی اشتادم بیرم نمیده با تو دختر مثل تو بالیا ما چون تو اکودو اگه یعنی تو بیعقلی بیعقل نفته کنه بیری منه خب معلوم داره که نفته کنه بیری تو نه ایده اگه کی بیده خدا یا بد کردم با بیلا کلیم شما کی باید گفت دقیقت